مشتلق برنامه امروز رو با 2 تا مشتلق آغاز میکنیم. برو بینیم. اول ورود موفقیت آمیز 15,000 دوز واکسن. ورود دوز که تبریک نداره که. دوز نه دکتر، دوز واحد واکسن تو هست. به جای 2 تا مژده 2 تا گلگیر مالیدی به در دیوار. اولیش این که فکر کردی فقط خودت معنی دوز رو میفهمی. من که میگم دزد حالی به چی میگم. 150,000 تا واکسن وارد شده، 135,000 دوزشو دزد زده برده، 15,000 تا مونده. حالا دزد بیشتر داریم تو این نظام یا دزد. گلگیر مالی دوم که اصلی هم هست. وقتی دکتر بزن بادر یه حرفی میزنه گوش کن یاد بگی، حرف نزن که یاد بدی. خدا به 2 تا گوش داده یه دهن، یعنی 2 تا گوش کن حرف هم نزن. پس این یه دهن واسه چی یاد ببرم اونی که به تو یه دهن داده یک دست قوی هم به من داده اینجوری. روشن شد یا نه؟ الان نمیخواد تا ساکت بشی، الان حرفاتو بزن بگو، اب نداره. مژده دوم هم ماند آی دکتر، اونم این که مرحله آزمایش واکسن ساخت نظام، یعنی ساخت همین سلامی اینا شروع شد. اولیشو زدن به دختر رئیس کمیته اجرایی فرمان امام. ولی آی دکتر چرا اول به این بیچاره بدبخت زدن؟ خب اگه بیفته بمیره خرج دیش کمتره، اقتصاد مقامتی مقام عظماست دیگه. البته کسی به آب مقطع طورش نمیشه. آره تازه کارهای قانونیه، کفن و دفن و دیو اینا هم جزو کارهای واکسن حساب میشن که باید اینا هم چک بشن. مرحوم ابوی همیشه میفرمودن بزن بهادر، عرض میکردم بله میفهمیدن یارو رو آموزش رانندگی شهر. مربی گفت اول از روشن کردن ماشین شروع میکنیم. تا روشن کرد ماشین تو دنده بود، پرید خورد به ماشین جلویی. مربی گفت خب اول از خسارت دادن شروع میکنیم. روشن شد یه بذارم دنده 2 یه هول یه نیشگاز تا روشن شی. بعد روشن شد آی دکتر. پس بی مقدمه برم سر سوال اول. ما که دست برنامه رفته تازه میگی بی مقدمه، پس تا داشتیم گل لقد می‌کردیم. سوال اول آی دکتر، مگه واکسن تحریم نبود؟ اون که تقش همون اول کار در اومد. نه خیر نبود. پس بی مقدمه برم سر سوال دوم، مگه این نبود که پول نداریم واکسن نه خیر اونم تقش همون دوم در اومد. نه خیر کل جمعیتم از بچه شیر خوره تا پیرمرد پیرزن واکسن بزنی میشه نصف یه دونه از اختلاسا. ولی حاجی روحانی گفت پولامونو نمیذارن منتقل کنیم. اینم تقش همون سوم در اومد. تو چه خبره امروز اینجا تق و تق رو انداختی ناکس؟ این چاخان دوزاریای دستگرمی رو بذار کنار، برو سر چاخانای دونه درشت. دونه درشت. حاجی روحانی واکسن امتحان پس داده حاضر آمده رو نخرید، گفت نمیخوایم مردم رو بکنیم موضوع آزمایش واکسن. ولی به چین که رسید گفت 1,000,000 تا سفارش داد. آخه واکسن چینی امتحان پس داده، درسته که رفوزه شده ولی بالاخره امتحان داده رفوزه شده. خدا رو شکر بالاخره یه واکسنی پیدا شد که قبل از واکسن نظام رفوزه بشه. تو آمریکای لاتین دیدن از خود کرونا خطرناکه، شروع کردن جلوشو گرفتن. مال چین بود. آره تازه مال نظام ما رو ندیدن که واکسن چینی پیشش نوشداروه. خلاصه الان افتادیم به روزی که میخوایم واکسن چینی رو از آمریکای لاتین بخریم که خودش متوقف کرده میگه مال بد بیخیریش صاحبه. پس دکتر این ظریف که پاشد تا آمریکای لاتین هلک و هلک رفت چی گیرش اومد؟ همچی میگی انگار که مثلا هر دفعه میره سفر یه چیزی گیرش میاد. این اونیه که 4 تا سفر که بره 6 تا شکست و بدبختی میذاره رو دست نظام. مرحوم ابوی همیشه میفرمودن بزن بهادر، عرض میکردم بله میفرمودن پسره 10 تا تجدیدی آورده بود تو دبیرستان. با کلی ترس به باباش گفتم، ولی باباه به جای اینکه عصبانی بشه رفت تو فکر، هی مدام یه چیزایی با خودش حساب میکرد. همه منتظر که ببینن چی میگه. بعد 1 ساعت گفت احمق من برای تو کلش 8 تا کتاب خریدم، تو اون 2 تا تجدیدی اضافه را کجا آوردی؟ آیه دکتر بحث واکسن بس دیگه، ورود میکنم به یه موضوع دیگه. تو مجلس اینقدر از لایحه بودجه پیف پیف و اخ اخ میکنن، خب رأی گیری کنن ردش کنن، برگردونن به دولت که از نو تنظیم کنه. چرا هم تو سرش میزنن که هپروتیه، هم میگن بیارین اصلاحش کنیم. خب ببرم دعوا که سر هپروتی بودن بودجه نیست که ردش بکنن،
سر سهمه که از قضا نباید ردش بکنن. باید بگم بیا جلو بحث کنیم با هم. قدیما میپرسیدی علم بهتر است یا ثروت، میگفتن علم. جدیدن میگن ثروت. تو مجلس اگه بپرسی علم بهتر است یا ثروت، میگن سرقت. سربسته گفتم که خودت حساب کنی چه دوزبازاریه اونجا. دکتر این بحثای جدیدی که حاجی روحانی راجع به قانون اساسی و اینکه من نفر دو مملکتم و اینا یعنی چی؟ خلاصش یعنی قالی باف رئیسی خفه ببینیم بشینی سر جاتون. خب یکی دوتا از این ستاره هست و بذاریم کنار، شاید یه فرجی بشه. قربان برم تو بس که حالت خوش نیستا. این که نشد راه حل که قضیه بیخ داره. مرحوم عبوی همیشه میفرمودن بزن بهادر عرض میکردم بله میفرمودن که طرف رفت دماغش رو عمل زیبایی کنه. دکتر یه نگاه کرد بهش گفت داده شما یه مقدار صبر کن، علم یه خورده دیگه پیشرفت کنه، کلا سر تو عوض کن، مشکل تو فقط با دماغ حل نمیشه. آیا دکتر درخواستم اینه که یک تحلیل کوتاه و سرپایی و نقلی همچین آبکی از وضعیت نظام بدیم که جمع کنیم بریم دنبال کارمون. عظما دیگه نه آب ببینه نه شناگر ماهریه. آب از سرش گذشته، آبی هم ازش گرم نمیشه چون آب پاکی رو ریختن رو دستش. به عظما که میرسه آب هم از دست اروپا و چین و روسیه نمیچکه دیگه. آب دهن هم کف دستش نمیذارن. دکتر شما مقام عظما رو به باد نه به آب دادی، غرقش کردی بدبخت فلک رو. هرچی آب بود ریختی رو کله این بدبخت فلک رو.